درود به همه شما دوستان عزیز. امروز در خدمتون هستیم با ادامه آموزش فیزیک الکترومغناطیس هالیدی و فصل 2 رو بررسی میکنیم. امروز قصد داریم قسمتی از فصل دوم که مربوط به پیدا کردن میدان الکتریکی برای توزیع بار پیوسته هست رو بررسی کنیم. در واقع فرض میکنیم که بار الکتریکی به صورت نقطه‌ای وجود نداره، بلکه بار الکتریکی به صورت پیوسته روی اجسام مختلف، در اینجا حلقه نارسانا، کمان و یا دیسک توزیع شده و ما میخوایم میدان الکتریکی رو در بعضی از نقاط خاص به دست بیاریم. خب ابتدا فرآیند المانگیری رو بررسی کنیم. وقتی که صحبت میکنیم از المانگیری، منظورمون این هست که اگر یک جسم مثلا این میله وجود داره، من یک قسمت کوچیک از این میله رو به عنوان نماینده این میله در نظر بگیرم یا به عنوان المان این میله در نظر بگیرم. برای فرآیند المانگیری باید دقت داشته باشیم که جسممون چند بعدی هست، المانمون هم باید حتما همون بعدو داشته باشه، چون نماینده اون جسم در واقع. مثلا اگر جسم ما یک بعدی بود، میتونه این میله جسم ما باشه، المان ما یه قسمت کوچولو از همین میله هست، بنابراین المانمون رو میتونیم به عنوان مثال در نظر بگیریم که این قسمت قرمز رنگ بشه. خب اگر که طول کل میله ال باشه، طول این قسمت کوچیکو من میتونم با یه ال کوچولو نشون بدم. به این ال کوچولو میگیم دیفرانسیل ال، با دی ال نشونش میدیم. بنابراین طول این المان رو با دی ال نشون میدیم. خب حالا این المان باید چه ویژگی داشته باشه که بتونه یک المان درست از این میله باشه؟ یکی گفتیم باید ابعادش با ابعاد میله یکی باشه. دوم این که باید بتونه وقتی که جابجاش میکنیم کل میله رو برای ما بسازه. الان اگر من محور مختصات x و y رو همونطور که متداول هست رسم کنم، محور مختصات x رو به صورت افقی و y رو به صورت عمودی، اینجا این دی ال میتونه نماینده دی x هم باشه، چون یه طول خیلی کوچیک رو داره نشون میده در امتدای محور x ها. پس میتونم به جای دی ال اسمش رو بذارم دی x. از اون طرف اگر که من این عنصر کوچیک دی x هم رو، این عنصر قرمز رنگ رو از x برابر با 0 تا x برابر با l ببرمش، کل این میله ساخته میشه. بنابراین این المان درستی هست برای بررسی این میله. خب در یک بعد ما دیگه چه شکلی میتونیم داشته باشیم؟ میتونیم یه حلقه داشته باشیم. یه حلقه خیلی نازک هم یک بعدی هست. یک حلقه در نظر بگیرید به شعاع R. برای این حلقه هم باز ما بخوایم یک المان در نظر بگیریم، میتونیم این قسمت کوچیک قرمز رنگ المان ما در این حلقه باشه. چون حلقه یک بعدی هست، المان هم یک بعدیه و بنابراین فقط میتونه طول داشته باشه، پس با دی ال نشونش میدم. تفاوتی که المان در اینجا برای حلقه داره با المانی که اینجا برای میله در نظر گرفتیم اینه که المان ما اینجا خمیده هست و یک انحنا داره. خب این انحنا تأثیر میذاره روی این که ما بتونیم طولش رو به چطوری بیان کنیم. میایم و محورهای مختصات رو، همون محورهای مختصات x و y در نظر میگیریم. این المان چطور میتونه کل این حلقه رو بسازه؟ اگه من زاویه‌ای که المان با محور x ها میسازه رو با تتا نشون بدم، بعد اون وقت این المان رو از تتا برابر با 0 شروع کنم به حرکت دادن تا تتا برابر با 360 درجه به صورت پیوسته. اون وقت این المان ها که در واقع از تتا برابر با 0 تا تتا برابر با 360 درجه جابجا شدن، کل حلقه رو برای من میسازن. بنابراین این المان یک المان درستی از حلقه هست. حالا میخوایم بدونیم که این دی ال ما چجور بر حسب پارامترهای حلقه میتونه نوشته بشه. ببینید دوستان، اگر من فرض کنم که این دی ال زاویه‌ای که با محور x میسازه تتا هست، قسمت ابتدایی دی ال و قسمت انتهایی دی ال رو
به مرکز وصل میکنم به وسیله این خطوط نقطه چین. این خودش بیانگر یک زاویه خیلی کوچیک میشه که این زاویه کوچیک در واقع در جهت افزایش تتا هست. خب گفتیم وقتی که یه پارامتر داریم مثل تتا، اگر بخوایم بگیم تتا یه مقدار کوچولو بهش اضافه شده، اینو باید با دیفرانسیل نشون بدیم. بنابراین بر همین مبنا این گشودگی کوچیک رو میتونم اسمشو بذارم دی تتا، چون یک افزایش کوچیک در جهت زاویه تتا داره. اندازه این خط نقطه چین هم که واضحه به اندازه شعاع دایره یا آر هست. رابطه در ریاضیات داریم که میاد اندازه یک کمان روی دایره رو مربوط میکنه به حاصل ضرب شعاع دایره در زاویه گشودگی اون کمان. بنابراین برای این مسئله‌ای که ما اینجا داریم میتونیم دی ال رو بیان کنیم برابر است با آر شعاع دایره در دی تتا زاویه گشودگی. این رابطه دوستان رابطه خیلی مهمیه. ما باید این رابطه ریاضیاتی رو برای حل مسائل توزیع بار پیوسته حتما حفظ باشیم. اندازه کمان برابر میشه با شعاع همون کمان، فاصله کمان تا مرکز، ضرب در زاویه گشودگی کمان. خب میتونیم بریم سراغ دو بعد. در دو بعد چه اتفاقی میفته؟ ساده ترین شکلی که ما داریم برای یه جسم دو بعدی میتونه یه مستطیل باشه، مستطیل به اضلاع L1 و L2. خب وقتی جسم دو بعدیه، بنابراین المانی که براش در نظر میگیرم هم باید دو بعدی باشه. بنابراین میتونم یه مستطیل کوچولو رو به عنوان المان این جسم در نظر بگیرم. اگر محورهای مختصات x و y رو به این صورت تعریف کنم، محور مختصات x به صورت افقی و y به صورت عمودی، این المان من یه مقدار کوچیک در راستای x داره و یک طول کوچیک در راستای y. بنابراین اضلاع المان رو میتونم با دیفرانسیل x دیفرانسیل y یا دی x دی y نمایش بدم. خب این المان چطور ممکنه تمام این مستطیل رو یا این مربع رو بسازه؟ اگر المان ما xش از 0 تا L1 تغییر کنه، یک میله باریک رو به صورت افقی به ما میده. حالا اگر اون میله باریک وایش از 0 تا L2 اضافه بشه، تمام این مستطیل به دست میاد. بنابراین برای اینکه این المان بتونه این مستطیل رو بسازه، کافیه x به اندازه 0 تا L1 و y به اندازه 0 تا L2 تغییر مکان بده. و کمیت دیگه‌ای که میتونیم نمایش بدیم مساحت این المان هست. مساحت مستطیل میشه طول ضرب در عرضش. بنابراین اینجا هم مساحت المان ما میشه دی x در دی y. مساحت المان چون یک مقدار خیلی کمی هست، به جای اینکه با آ نشون بدم با دی آ نشون میدم. دی آ برابر میشه با دی x دی y. یه شکل دیگه که متداول هست و برای مفیده توی کتاب فیزیک دومون، یک شکل قرص هست. فرض کنید که ما یک قرص داریم به شعاع R. یعنی الان من دو بعد x و y رو دارم، اما بعد z ضخامت این قرصه خیلی کمه، طوری که بتونم اینو دو بعدی در نظر بگیرم. اون وقت ما چطوری باید المانمون رو برای این جسم انتخاب کنیم؟ اینجا ما میتونیم انتخاب‌های متفاوتی داشته باشیم. یکی از انتخاب‌هایی که میتونیم داشته باشیم، یک المان به این صورت میتونه المان مورد نظر ما برای ساخت این قرص باشه. به این قرص دیسک هم میگیم. خب این المان تفاوتش باز با این المان چیه؟ یک خمیدگی یا یک انحنا توی این المان وجود داره. الان ما یک المان داریم که میخوایم ابعاد المانمون رو مشخص کنیم. همونطور که گفتیم برای یک قرص که یک جسم دو بعدی محسوب میشه، المان ما باید دو بعدی باشه. بنابراین ما دو تا بعد برای تعیین داریم. یک بعد این کمان خمیده هست یا این ضلع خمیده و بعد دیگه این قسمتی که کوچکتر هست و ما باید ابعاد این دوتا رو اندازه بگیریم. در مورد ضلع خمیده و اندازه این کمان،
قبلا در مورد یک بعدی گفتیم که اندازه یک کمان از ریاضیات برابر میشه با فاصله اون کمان تا مرکز یا شعاع اون کمان ضرب در گشودگی زاویه اون کمان. اگر ما بیایم و گشودگی این المان رو در واقع با خطوط نقطه چین نمایش بدیم و زاویه المان با محور X رو باز هم با زاویه تتا نمایش بدیم، گشودگی این المان رو من میتونم با همون دی تتای قبلی، با همون دی تتایی که اینجا داشتم نمایش بدم. چرا؟ چون در واقع یک افزایش هست در جهت افزایش این زاویه. وقتی اسم این زاویه رو میذارم تتا، زاویه بین المان و محور X، پس افزایش این زاویه به مقدار کوچیک هم همون دی تتا خواهد بود. بنابراین اندازه این کمان برابر میشه با اندازه گشودگی در شعاع این کمان، که شعاع این کمان رو اومدیم اینجا با آر نشون دادیم. پس اندازه این کمان میشه آر دی تتا. دوستان دقت کنید که اینجا کمان ما شعاعی که داره، شعاع این زل تا مرکز با شعاع قرص یکی نیست، آر بزرگ نیست. اینجا یک شعاع جدید باید تعریف کنیم برای این کمانی که توی این قسمت قرار گرفته و شعاعش دیگه آر بزرگ نمیشه. خب حالا میمونه این زل یا معادلش این زل. اگر ما فاصله المان تا مبدأ رو با شعاع آر کوچیک نمایش بدیم، این زل مقداری در جهت آر افزایش پیدا کرده. وقتی یه مقدار خیلی کوچیک در جهت آر افزایش پیدا کنه، یعنی من میتونم این مقدار کوچیک رو با دی آر یا دیفرانسیل آر نشون بدم. پس این زل یا معادلش این زل برابر با دی آر هست. بنابراین مساحت این المان از حاصل ضرب این دو بعد به دست میاد دی آر ضرب در آر دی تتا. دوستان این المان چطور میتونه تمام این قرص رو بسازه؟ اگر من فرض کنم که زاویه‌ای که المان با محور X ها میسازه اسمش تتاست و تتا از 0 افزایش پیدا میکنه تا 360 درجه به صورت پیوسته، یک حلقه ساخته میشه. حالا این حلقه‌ای که ساخته شد اگر شعاعش از 0 تا آر بزرگ تغییر کنه، کل این قرص ساخته میشه. خب برای این قرص ما میتونیم یک المان ساده تر هم در نظر بگیریم. اگر دقت کنید اینجا مساحت ما هم به آر وابسته است هم به تتا، یعنی من هم باید تتا رو تغییر بدم هم آر رو تغییر بدم تا کل قرص ساخته بشه. به صورت ساده تر ما میتونیم بیایم و یک حلقه رو به عنوان المان در نظر بگیریم. دقت کنید چون قرص اینجا دو بعدی هست، المانش هم باید دو بعدی باشه. پس المانش نمیتونه فقط یک میله خیلی نازک باشه، چیزی که در اسلاید قبل در حالت تک بعدی داشتیم. باید حتما یه ضخامت کوچیکی اینجا داشته باشه تا در واقع دو بعد رو داشته باشه، یکی بعد طول و یکی بعد عرض. اگر من این حلقه رو به عنوان المان در نظر بگیرم و فرض کنم شعاع این حلقه آر کوچیک هست، اون وقت کافیه که این حلقه شعاعش از آر برابر با 0 افزایش پیدا کنه تا آر بزرگ همه این قرص رو به من میده. بنابراین این یک المان درسته، هم از نظر ابعاد و هم از اینکه میتونه کل قرص رو پوشش بده. مساحت المان رو چطور باید مشخص کنم؟ دو بعدش باز یه دونه میشه بعد طولش که میشه دور تا دور این حلقه و یکی هم میشه ضخامتش. خب دور تا دور این حلقه آیا یک دایره نیست؟ نمیشه محیط دایره؟ بنابراین دور تا دور حلقه رو داریم برابر میشه با محیط این دایره و برابر میشه با 2πr و ضخامت دایره هم برابر هست با دی آر. چرا؟ چون یه افزایش کوچیک در جهت آر ضخامت رو به همون نشون میده. بنابراین وقتی که المانمون رو بیایم این حلقه بگیریم، مساحتی که میتونیم در نظر بگیریم برای این المان برابر میشه با 2πr در دی آر. این المان ساده تر هست در واقع استفاده ازش، چون وابستگی به تتا رو توی این المان داشتیم اینجا دیگه حذفش کردیم و فقط وابستگی به آر وجود داره. انتگرالمون
انتگرال هایی که بعداً باید حل کنیم انتگرال یگانه میشه. توی حالت سه‌بعدی ساده ترین شکلی که میتونیم تجسم کنیم یک مکعب مستطیل هست. یک مکعب مستطیل رو در نظر بگیرید به ابعاد L1, L2 و L3. اگر بخوام یک المان که معرف این مکعب مستطیل رو نشون بدم میتونه یک مکعب مستطیل خیلی کوچولو باشه، مثلا این مکعب مستطیل. و اگر محورهای مختصات رو x, y و z به این صورت در نظر بگیرم، اون وقت ابعاد این المان، بعد طولیش، عرضیش و ارتفاعش، هر بعد میتونه به وسیله یک افزایش کوچیک در جهت x، افزایش کوچیک در جهت y یا افزایش کوچیک در جهت z معرفی بشه. بنابراین میتونیم ابعادش رو با dx, dy و dz مشخص کنیم. خب برای این المان که 3 بعد داره من میتونم پارامتر حجم رو تعریف کنم. dv برابر میشه با حاصل ضرب dx, dy و dz. جسم دیگه ای که در 3 بعد میتونیم فرض کنیم یک کره است. فرض کنید یک کره داریم و ما محورهای x, y و z رو اینجا رسم کردیم. این کره‌ای که ما اینجا داریم باز میتونیم المانهای متفاوتی براش تعریف کنیم. ساده ترین المانی که میتونیم برای این کره تعریف کنیم یک پوسته کروی هست با شعاع کوچکتر از کره اصلی. فرض کنید که یک پوسته کروی، این دایره کوچکتر نشون دهنده یک پوسته کروی باشه با شعاع آر کوچیک. روی کره 2 بعد رو نشون میده و یک ضخامت کوچیک هم باید داشته باشه. ضخامت خیلی کوچیکش میشه همین افزایش در جهت آر یا دی آر. اما 2 بعد دیگه میشه مساحت کره. مساحت کره هم هست 4πr2. بنابراین اگر من بخوام حجم این پوسته کروی رو بنویسم میشه 4πr2 یعنی دور تا دور مساحت این پوسته ضرب در ضخامتش ضرب در دی آر. خب این پوسته چطور کره اصلی رو میسازه؟ واضحه، اگر شعاعش از 0 تا آر تغییر کنه کل کره پوشش داده میشه. چند تا مثال بود از فرایند المانگیری که خیلی مهم هست توی این مبحث. ما باید درک درستی داشته باشیم، این روابط رو بتونیم تشخیص بدیم تا بتونیم مسائلمون رو حل کنیم. برای این خط بار ببینید دوستان، اینجا دیگه بار نقطه‌ای نداریم که بخوایم به هر نقطه بار مقدار Q1, Q2, 2 میکروکولون، 2 نانوکولون یا هر مقدار دیگر رو نسبت بدیم. اینجا ما یک توزیع بار داریم روی یک میله. بنابراین میتونیم فرض کنیم که کل باری که روی میله هست Qه. اما اگر بخوام فقط با این مفهوم جلو برم خیلی سخت میشه. بنابراین کار دیگه ای که انجام میدیم اینه که بیایم چگالی بار رو توی هر حالت تعریف کنیم. تو حالت یک بعدی ما چگالی خطی بار رو تعریف میکنیم، یعنی مقدار بار در واحد خط. تو حالت 2 بعدی چگالی سطحی، مقدار بار در واحد سطح و همینجور الی آخر. خب اگر من بخوام مقدار بار در واحد طول رو اینجا مشخص کنم میتونم با Q تقسیم بر L بزرگ نشون بدم که بشه مقدار کل بار در کل طول. اما اگر توزیع بار یک نواخت و پیوسته باشه، کل بار تقسیم بر کل طول، مقداری که به من میده، با بار منتسب به این المان کوچولو تقسیم بر طول منتسب به این المان کوچولو باید برابر بشه. پس اگر من به این المان کوچیکم بار دی کیو رو نسبت بدم، دی کیو تقسیم بر دی ال عددی رو به هم میده که کیو تقسیم بر ال به هم میده. دوتاش باید یه عدد بده. یا برای این حالت مقداری که مساحت کل این مستطیل رو در نظر بگیرید. اگر کل این مساحت بارش کیو باشه، مقدار کیو تقسیم بر مساحت کل باید با مقدار دی کیو روی این المان تقسیم بر دی آ این المان برابر باشه. خب بنابراین ما میایم برای توزیع 1 بعد، 2 بعد و 3 بعد چگالی خطی بار، چگالی سطحی بار و چگالی حجمی بار رو تعریف میکنیم.
چگالی خطی بار رو با لاندا نشون میدیم. وقتی مسئله ما توی یک بعد هست، یعنی جسمی که داریم جسم یک بعدی هست، کل باری که روی جسم قرار گرفته تقسیم بر طول اون جسم یک بعدی ما برابر میشه با لاندا. لاندا برابر میشه با کیو تقسیم بر ال. اگر که توزیع بار یک نواخت باشه، که برای همه مسائلی که ما در این سکشن بررسی میکنیم توزیع بار یک نواخت هست، اون وقت توزیع لاندا چگال بار خطی که از این رابطه به دست میاد باید برابر باشه با موقعی که بیایم بار المانمون رو تقسیم بر طول المان بکنیم. دیمانسیون لاندا برابر میشه با دیمانسیون بار، یعنی کلون، تقسیم بر دیمانسیون طول یعنی متر. پس دیمانسیونش کلون بر متر هست. در دو بعد همونطور که گفتیم جسم ما دو بعد داره، المانمون هم دو بعد داره. چگالی باری که تعریف میکنیم چگالی بار و با سیگما تعریفش میکنیم. سیگما برابر میشه با کل باری که روی جسم دو بعدیمون داریم تقسیم بر سطح اون جسم دو بعدی. همزمان اینجا هم وقتی که چگالی بار یک نواخت هست، سیگما هم از رابطه کیو به روی آ به دست میاد و هم از رابطه دی کیو به دی آ به دست میاد. یعنی یک المان از اون سطح رو در نظر بگیریم، یک المان دو بعدی، یک بار دی کیو بهش نسبت بدیم و مساحتش هم دی آ باشه. اون وقت دی کیو تقسیم بر دی آ چگالی سطحی رو به ما میده و دیمانسیونش هم همونطور که ملاحظه میکنید برابر میشه با کلون بر متر مربع. و در سه بعد هم ما چگالی بار حجمی رو تعریف میکنیم. رو برابر میشه با بار کلی که روی جسم هست تقسیم بر حجمش. همزمان اگر که توزیع بار یک نواخت باشه، رو از رابطه دی کیو به دی وی هم به دست میاد که میشه بار روی المان تقسیم بر حجم المان و دیمانسیونش هم میشه کلون بر متر مکعب. ما دوستان باید این روابط رو حفظ باشیم، یعنی در واقع انقدر استفاده کنیم از این روابط که ملکه ذهنمون باشه و وقتی توی یک مسئله میبینیم که مسئله ما یک بعدیه، پس من باید از چگالی بار خطی استفاده کنم، لاندا، و لاندا من برابر میشه با کیو به روی ال یا برابر میشه با دی کیو به روی ال و همینطور برای توزیع سطحی و توزیع حجمی. حالا میخوایم مسائلی رو با استفاده از این روندی که گفتیم، روند المانگیری، حل کنیم. ببینید فرض کنید ما میخوایم این میله رو در نظر بگیریم که یه توزیع بار پیوسته روش هست و مقدار میدان رو در یک نقطه خاص، مثلا در این نقطه حساب کنیم. مفهوم المانگیری چطور به درد ما میخوره؟ کاری که ما انجام میدیم در واقع اینه: ما میایم یک المان کوچیک از این جسم رو در نظر میگیریم، با این المان کوچیک مثل یه بار نقطه‌ای رفتار میکنیم. یعنی فرض میکنیم که این المان کوچیک میدانی که اینجا ایجاد میکنه همون میدانیه که از فرمول کلون به دست میاد، 1 به روی 4 پی اپسیلون 0 کیوب تقسیم بر R2 که R فاصله المان تا نقطه مورد نظر باشه و کیو هم بار المان باشه. بعد از اینکه میدانی که این المان کوچیک در نقطه مورد نظر به وجود آورده بود رو تعیین کردیم، اون رو برابر دی ای قرار میدیم، یعنی مقدار میدان یک عنصر کوچیک. حالا برای اینکه میدان کل این میله توی این نقطه به دست بیاد، کافیه که من این المان رو به گونه‌ای گسترش بدم که کل میله رو بسازه و همه این دی ای های کوچیک رو با هم جمع بزنم. و شما میدونید وقتی که یک مقدار پیوسته از عناصر رو بخوایم با هم دیگه جمع بزنیم، از انتگرال گیری استفاده میکنیم و به این شکل میدان این میله به دست میاد. برای حلقه، قرص و اشکال دیگه هم به همین صورت میتونیم میدان رو به دست بیاریم. خب اجازه بدید اول یک روند کلی برای حل این مسائل ارائه بدیم تا یک الگو داشته باشیم. خب اول از همه در نظر میگیریم که جسمی که توی مسئله داریم چند بعدی هست. بر همون اساس یک المان با همون تعداد بعد در نظر میگیریم و بار دی کیو رو بهش نسبت میدیم. بعد از اون دقت میکنیم که این المان به تنهایی میتونه
یک میدان جزئی رو در نقطه مورد نظر ایجاد کنه. اسم اون میدان جزئی رو میذاریم دی ای. خب اگر المانی که انتخاب کردیم تمام ابعادش دیفرانسیلی بود، مثل همین المان‌هایی که در اسلاید قبل دیدید، یعنی در یک بعد مثلا من فقط دی ال رو داشتم، در دو بعد فقط المان من دی ایکس دی وای داشت، یا در سه بعد یه مکعب مستطیل کوچولو بود که دی ایکس دی وای دی زد داشته باشه، همه ابعاد دیفرانسیلی بود. در این صورت میتونیم به این المان کوچیک مثل یه بار نقطه‌ای نگاه کنیم و میدانی که بهش انتساب میدیم در واقع که اسمشو گذاشتیم دی ای، اون رو از فرمول کلون به دست بیاریم. قانون کلون چی بود؟ ای برابر با کا کیو به روی آر2 یا ای برابر با 1 به روی 4 پی اپسیلون 0 کیو به روی آر2. خب وقتی که من میخوام قانون کلون رو برای دی ای برای یک المان بنویسم، یک المانی که بارش دی کیو هست و میدانی که ایجاد میکنه دی ای، اون وقت قطعاً باید به جای ای برابر با 1 به روی 4 پی اپسیلون 0 کیو به روی آر2 بنویسم دی ای برابر با 1 به روی 4 پی اپسیلون 0 دی کیو به روی آر2. اما اگر المانی که انتخاب کردیم دیفرانسیلی نبود، مثلا توی اسلایدهای قبلتر اگر یادتون باشه گفتیم برای دو بعد برای یک دیسک میتونیم المان حلقه رو انتخاب کنیم، یا برای سه بعد برای یک کره توپر میتونیم یه پوسته کروی رو انتخاب کنیم. خب اینا فقط یک بعدشون دیفرانسیلی هست و ابعاد دیگه‌شون دیفرانسیلی نیست، فقط دی آر در واقع دیفرانسیلیه. محیط حلقه یا مساحت پوسته کروی دیگه دیفرانسیلی نیست. تو این جور مواقع نمیتونیم مستقیما به جای دی ای از قانون کلون جایگذاری کنیم. تو این جور مواقع باید ابتدا به صورت جداگانه برای حلقه یا برای پوسته میدان الکتریکی رو به دست بیاریم. میدان الکتریکی حلقه که به دست اومد، دی ای رو متناسب با میدانی که برای حلقه به دست اومده جاگذاری میکنیم. حالا میدان حلقه رو چجور به دست بیارم؟ میدان حلقه باید المانی که در نظر میگیرم یک المان کوچیک باشه که همه ابعادش دیفرانسیلی هست. پس یادمون باشه فقط زمانی مجازیم دی ای رو برابر با 1 به روی 4 پی اپسیلون 0 دی کیو به روی آر2 بذاریم که المان انتخابی ما همه ابعادش دیفرانسیلی باشه. بعد از اون با توجه به علامت باری که المان داره جهت میدان الکتریکی رو در نقطه مورد نظر رسم میکنیم. اگر المانمون نقطه‌ای بود که خیلی واضحه، یه بار نقطه‌ای میدانی که ایجاد میکنه میدان شعاعی هست. اگر بار مثبت بود به سمت بیرون، اگر بار منفی بود به سمت درون. پس اینجا توی این مرحله باید دقت کنیم به برداری بودن کمیت میدان. بعد از اون به این اصل میرسیم به اسم اصل برهمنهی. میگیم اگر قرار باشه ما میدان کل رو تو نقطه مورد نظر یا نقطه معین به دست بیاریم، باید سهم میدان همه المان‌هایی که کل اون جسم رو میسازه با همدیگه جمع کنیم. خب وقتی من تعداد بی نهایت المان کوچیک و پیوسته دارم، برای جمع کردن اونها باید از انتگرال گیری استفاده کنم. بنابراین ای برابر میشه با انتگرال دی ای. حالا باز اگر که همه ابعاد المان انتخابیتون دیفرانسیلی بود و اومدید دی ای رو مقدارش رو از قانون کلون جاگذاری کردید، خب پس اینجا هم میتونید بنویسید ای برابر انتگرال دی ای برابر 1 به روی 4 پی اپسیلون 0 انتگرال دی کیو به روی آر2 برای مقدار میدان. 1 به روی 4 پی اپسیلون 0 چون ثابت هست قطعا میتونه از انتگرال بیاد بیرون. در این مرحله دقت میکنیم آیا توضیح باری که برای جسم داشتیم تقارن خاصی داره یا نه. اگر تقارن وجود داشت تو توزیع بار، شما بهتر هست که محورهای مختصاتتون رو به گونه‌ای انتخاب کنید که بتونید از این تقارن استفاده کنید. خب بعد از این که محورهای مختصات رو انتخاب کردم، بررسی میکنم آیا این تقارن باعث میشه که یک یا چند مؤلفه از میدان الکتریکی صفر بشه. این مسئله خیلی مهمه دوستان و میتونه خیلی به شما تو ساده تر شدن حلتون کمک کنه. آیا تقارنی در مسئله وجود داره؟ آیا این تقارن باعث حذف یک یا چند مؤلفه میدان الکتریکی میشه؟ اون مؤلفه ها کدوم مؤلفه ها هستن؟ پس میتونید در ادامه مسئله اگر مؤلفه از میدان الکتریکی به خاطر تقارن حذف میشه اونو کلا نادیده بگیرید. بعد از اون سعی میکنیم در انتگرال میدان همه پارامترهای وابسته رو بر حسب پارامترهای مستقل بنویسیم.
همونطور که میدونید خیلی از پارامترها توی مسئله به همدیگه مرتبط میشن. خودتون رو با واژه مستقل بودن یا وابسته بودن گیج نکنید اگر آشنایی ندارید با پارامتر وابسته یا پارامتر مستقل. منظور اینه که انتگرال گیری نسبت به چه کمیتی انجام میشه اینو ما تشخیص بدیم و اینکه آیا کمیت‌های دیگر رو میتونم بر حسب این کمیت بنویسم و اونو ساده تر کنم یا نه. مثلا آر فاصله بین المان بارمون تا نقطه مورد نظر، آیا این رابطه ساده تر میشه بر حسب پارامترهای محورهای مختصات؟ خیلی مواقع قانون فیثاغورس میتونه اینجا برای یه ساده تر کردن آر به شما کمک کنه. یا دی کیو بر حسب چگالی بار خطی، حجمی یا سطحی میتونه ساده تر نوشته بشه و به پارامترهای هندسی مرتبط بشه. آخر از همه به این نتیجه میرسید که وقتی المان شما تغییر میکنه تا تمام جسم ساخته بشه کدوم پارامتر ثابت میمونه؟ اون پارامتر میتونه از انتگرال گیری بیاد بیرون. کدوم پارامتر هست که تغییر میکنه؟ این پارامتری که تغییر میکنه تو چه محدوده‌ای باید تغییر کنه؟ جواب این سوال شما میشه حدود انتگرال گیریتون. بنابراین انتگرالی که به دست آوردیم برای میدان رو میتونیم با توجه به مفاهیم فیزیکی ساده تر کنیم و نهایتاً با استفاده از روابط ریاضی انتگرال رو حل میکنیم و میدان رو به دست میاریم. دقت داشته باشید اگر حدود انتگرال رو اشتباهاً از مقدار بیشتر به مقدار کمتر بنویسید علامت میدان الکتریکی رو منفی به دست میارید. اگر شما مطمئن بودید که جهت میدانها رو درست اعمال کردید و فقط اشتباهتون تو اینه که حدود انتگرال رو به جای از کمتر به بیشتر از بیشتر به کمتر نوشتید، این منفی قابل اعتنا نیست و مقداری که شما به دست آوردید مقدار عددی درسته بدون در نظر گرفتن این منفی. حالا بریم از مفاهیمی که تا الان گفتیم و این الگو استفاده کنیم و یه سری مثال رو با همدیگه حل کنیم. اجازه بدید اولین مسئله رو شروع کنیم به حل کردن. توی این مسئله گفته حلقه نازک پلاستیکی به شعاع آر و چگالی بار خطی یک نواخت و مثبت لامدا را در نظر بگیرید. هر جا کلمه نازک به کار برد یعنی اینکه شما ضخامت اون حلقه رو باید نادیده بگیرید. حلقه نازک پلاستیکی به شعاع آر یعنی اینکه ما جسممون یک بعدیه. هرچند وقتی میگه چگالی بار خطیش لامدا هست باز به یک بعدی بودن داره تاکید میکنه. پس یک حلقه نازک پلاستیکی به شعاع آر داریم. میخوایم میدان الکتریکی رو در نقطه عمودی Z از مرکز صفحه حلقه پیدا کنیم. اول از همه جسم ما یک بعدیه، بنابراین المانی که ما باید انتخاب کنیم هم یک بعدیه. از طرف دیگه برای مواقعی که جسم ما یک بعدی بود چگالی خطی بار رو میتونیم استفاده کنیم که با لامدا نشونش میدادیم و لامدا برابر میشد با بار کل جسم که اینجا میشه بار کل حلقه تقسیم بر طول کل حلقه یا بار المان اون تقسیم بر طول المان اون حلقه. خب پس این روابط رو ما داریم در ابتدا. حالا میخوایم ببینیم حلقه رو چجوری تصور کنیم و المانش رو چجوری تصور کنیم. همونطور که توی این اسلاید دیدید ما میتونیم حلقه رو به این شکل در نظر بگیریم و المان اون رو هم با این کمان کوچولو در نظر بگیریم که طولش برابر میشد با آردی تتا. اما مسئله‌ای که اینجا وجود داره اینه که گفته میدان الکتریکی رو در فاصله عمودی Z از صفحه به دست بیارید. یعنی اگر این محور X باشه و این محور Y باشه یک محور Z به سمت بیرون صفحه وجود داره که در فاصله عمودی Z از اون محور ما باید میدان رو به دست بیاریم. بنابراین ما مجبور هستیم از دید جانبی نگاه کنیم به حلقه و حلقه رو به این شکل در نظر بگیریم از دید جانبی با شعاع آر. خب الان میتونیم المانی که روی حلقه هست رو مثل حالت قبل در نظر بگیریم. یک کمان خیلی کوچیک به طول دی ال، محور زد ها عمود بر این صفحه این حلقه هست و قراره به فاصله زد از محور ما بیایم و میدان رو به دست بیاریم، یعنی میدان رو توی این نقطه قراره حساب کنیم.
خیلی خوب، المانمون رو تعیین کردیم. المانمون یک بعدی هست، چگالی خطی بار داره و مقدار دیکیو رو به این المان نسبت دادیم. حالا اگر اینو مثل یه بار نقطه‌ای در نظر بگیرم، چه میدانی رو اینجا ایجاد میکنه و در چه جهتی؟ میدانی که ایجاد میکنه در جهت خط واصل هست و چون این المان مثبته، چون بار کل حلقه مثبته، در واقع میدان به سمت در جهت خط واصل و به سمت بیرون هست. خب حالا ما توی این حلقه‌ای که داریم هیچ تقارنی رو نسبت به این نقطه داریم یا نه؟ ببینید دوستان، اگر شما دقیقاً المان روبروی این المان رو توی این حلقه در نظر بگیرید، میدانی که اون المان توی این نقطه ایجاد میکنه در واقع یک برداری به این شکل میشه. ما اگر هر کدوم از این میدان ها، هر کدوم از این دی ای ها رو تجزیه کنیم در راستای محور Z و در راستای صفحه، تجزیه دی ای به این شکل میشه: یک بردار در راستای محور Z، یک بردار در راستای صفحه و تجزیه این یکی دی ای هم به این شکل میشه. خب میبینیم که یک مؤلفه هست که همدیگر رو تقویت میکنه. مؤلفه‌ای که در راستای Z هست، چه از این المان زرد رنگ و چه از این المان قرمز رنگ همجهت هستن و وقتی با هم جمع بزنیم همدیگر رو تقویت میکنن. اما مؤلفه‌ای که در صفحه وجود داره برای المان قرمز رنگ و المان زرد رنگ، وقتی که با هم جمعش بزنیم، چون در دو جهت مخالف هم هست و اندازه هاشون هم با هم برابر، همدیگر رو حذف میکنن. بنابراین این دوتا حذف میشن و فقط تأثیر مؤلفه در راستای Z هست که مهمه. پس ما از اینجا نتیجه گرفتیم که فقط مؤلفه راستای Z هست از این دی ای که مخالف با صفره و مؤلفه در راستای صفحهش برابر با صفر میشه. خب المان دوم رو پاک میکنیم که متمرکزتر باشیم و متوجهیم که میدان نهایی ما در راستای محور Z خواهد بود. اگر ما بیایم و زاویه بین R و محور Z ها رو با تتا نشون بدیم، زاویه بین دی ای و محور Z ها رو هم میشه همزمان با تتا نشون داد. بنابراین مؤلفه دی ای در راستای محور Z ها برابر میشه با دی ای کوسینوس تتا. پس اگر ای رو بنویسیم برابر میشه با مجموع این دی ای ها که از قانون کلون دی ای برابر میشه با 1/4 پی اپسیلون صفر دی کیو بر روی R2، ما متوجه شدیم مؤلفه های راستای محور Z فقط باقی میمونه و بقیه مؤلفه های دی ای یا بقیه مؤلفه های ای حذف میشه در نهایت. پس کافیه که ما انتگرال روی مؤلفه های محور Z بگیریم که میشه دی ای کوسینوس تتا. بنابراین روی دی ای Z ها جمع میزنیم که همین رابطه هست، فقط یک کوسینوس تتا اینجا اضافه شده. خب حالا باید این رابطه رو بیایم و حل کنیم، ساده کنیم. اول از همه وقتی المان ما تغییر میکنه و دور تا دور حلقه میچرخه، آیا R تغییر میکنه؟ آیا R برای این المان یا این المان یا این المان متفاوت هست؟ خیر، چون این نقطه مورد نظری که میخوایم میدان رو توش حساب کنیم به فاصله یکسان از حلقه هست، از همه نقاط حلقه هست. بنابراین R ثابته و میتونه از انتگرال گیری بیاد بیرون. کوسینوس تتا چطور؟ آیا تتا برای این المان یا این المان یا این المان یا هر المان دیگه متفاوته؟ باز هم متفاوت نیست و کوسینوس تتا هم میتونه بیاد بیرون. کوسینوس تتا و R2 میاد بیرون از انتگرال و ای به صورت 1/4 پی اپسیلون صفر R2 کوسینوس تتا انتگرال دی کیو در میاد. دی کیو بود بار روی این المان. وقتی جمع بزنم روی همه المان های این حلقه، انتگرال دی کیو میشه کل بار روی حلقه، درسته؟ بنابراین این انتگرال حل شد. ای برابر میشه با 1/4 پی اپسیلون صفر R2 کوسینوس تتا در بار کل حلقه. اینجا بار کل حلقه رو برای اینکه تاکید کنیم روی اینکه بار کل هست با کیو توتال، کیو تی نشون دادیم.
آیا این جواب رو میتونم به عنوان جواب نهایی ارائه بدم؟ خیر. چرا؟ چون در مورد کوسینوس تتا و آر در واقع ما اینجا اطلاعاتی در صورت مسئله نداریم و اونا رو باید تبدیل کنیم به اطلاعاتی که در صورت مسئله داریم. اول از همه طبق قانون فیثاغورس اندازه آر به توان 2 برابر میشه با اندازه زد به توان 2 به اضافه اندازه شعاع این حلقه به توان 2. بنابراین R2 رو می‌نویسم Z2 به اضافه R بزرگ به توان 2 و از طرف دیگه کوسینوس تتا برابر چی میشه؟ کوسینوس تتا برابر میشه با ضلع مجاور به وتر. پس میشه اندازه Z و اندازه R و به جای R هم می‌نویسم رادیکال Z2 به اضافه R2. اگر مقدار کوسینوس تتا رو از این رابطه و مقدار R2 رو از این رابطه جاگذاری کنیم به این رابطه میرسیم و میدان الکتریکی توی این نقطه به دست میاد. خب میخوام ببینم آیا این رابطه رو میتونم بر حسب لامدا بنویسم، یعنی Q رو بر حسب لامدا بنویسم. از اینجا ما میدونیم که لامدا چگالی بار خطی برابر میشه با بار کلی که روی حلقه هست تقسیم بر طول کل حلقه. خب آیا طول کل حلقه محیط دایره نیست؟ محیط یه دایره به شعاع آر بزرگ؟ بنابراین لامدا رو میتونم بنویسم Q تقسیم بر 2P آر بزرگ. این رابطه لامدا برابر Q به روی 2P آر بزرگ رو میام در این رابطه قرار میدم و Q توتال رو در واقع به جاش مینویسم 2P آر در لامدا. خب این رابطه رو ساده تر میکنیم، P رو حذف میکنیم، 4 و 2 رو با هم ساده میکنیم تا به این رابطه برسیم که میدان الکتریکی کل رو به ما میده. اگر بخوام هم مقدار میدان و هم جهت میدان رو بیان کنم باید بردار میدان الکتریکی با مقداری که به دست آوردیم و در راستای کاهت نشون بدم تا نشون دهنده جهت میدان هم باشه. بنابراین ما میدان رو برای یک حلقه به دست آوردیم به فاصله عمودی Z از مرکز صفحه حلقه. حالا این رابطه میتونیم یه سری شرط خاص رو برای این رابطه در نظر بگیریم. مثلا بیایید فرض کنید که مقدار Z خیلی بزرگتر از R باشه. مقدار Z ما در مقایسه با شعاع خیلی بزرگ بشه. انگاری که داریم به این حلقه از یک فاصله خیلی دور نگاه میکنیم. خب اگر Z خیلی بزرگتر از R باشه توی این مخرج کسر Z2 به اضافه R2 رو میتونم تقریبا بنویسم Z2. بنابراین Z2 به توان 3/2 میشه Z3 و با این Z صورت ساده میشه و Z2 باقی میمونه و رابطه ما به این شکل در میاد. یا اگر تو رابطه‌ای که بر حسب Q هست بخوام برای Z های خیلی بزرگتر از R اعمال کنم، میدانمون به صورت E برابر 1/4πε0 Q تقسیم بر Z2 میشه. با توجه به اینکه Z فاصله حلقه تا نقطه مورد نظر هست، یعنی میدان حلقه در واقع معادل میشه با میدان یک بار نقطه‌ای. پس اگر به فاصله عمودی Z که فاصله خیلی زیادی از حلقه هست بخوایم به حلقه نگاه کنیم، میدانی که میبینیم همون میدان بار نقطه‌ایه. اگر بیایم و Z رو برابر با 0 در نظر بگیریم، در حالی که R متناهیه، Z رو برابر 0 در نظر بگیرم، یعنی میدان رو میخوام تو این نقطه حساب کنم. خب واضحه که در این حالت میدانی که این المان ایجاد میکنه فقط در صفحه هست و گفتیم مؤلفه های در صفحه میدان هم حذف میشه و میدان کلی برابر 0 میشه. از این رابطه هم و یا این رابطه هم میتونیم با بسط دو جمله‌ای به مقدار E برابر با 0 برای Z های 0 برسیم. خب بریم سراغ مثال بعد. توی این مثال یک کمان نازک پلاستیکی به شعاع آر کوچیک با زاویه گشودگی 120 درجه داریم و این کمان دارای چگالی بار خطی یک نواخت و منفی لامدا هست و میخوایم میدان الکتریکی رو در مرکز انحنای کمان به دست بیاریم. خب کمان یعنی چی؟ کمان یک قسمت از دایره رو میتونید یک کمان در نظر بگیرید. بنابراین اولین چیزی که ما متوجه میشیم اینه که کمان نازک که یه بخشی از دایره هست بنابراین یک بعدیه و وقتی که یک بعدی هست بنابراین المان ما هم باید یک بعدی باشه. از چگالی خطی لامدا میتونیم استفاده کنیم
لامدا برابر میشه با بار کلی که روی کمان هست تقسیم بر طول کمان یا بار کلی که روی المان هست یعنی دی کیو تقسیم بر دی ال. پس این دوتا رابطه رو هم داریم. مثلا شما این کمان رو فرض کنید با زاویه گشودگی 120 درجه. اگر 3 تا از این کمان رو پشت سر هم من قرار بدم یه دایره کامل تشکیل میشه. از کجا مطمئنم؟ چون 120 ضرب در 3 میشه 360 درجه و میشه یک دایره کامل، یک صفحه کامل. بنابراین طول این کمان رو همین الان بگیم که طول کمان 1/3 طول دایره به شعاع آر. پس اگر طول دایره به شعاع آر یا محیط دایره میشه 2πr، 1/3 برابر طول این کمان میشه. یعنی اینجا الما برابر میشه با کیو تقسیم بر 2πr سوم. حالا میایم و المانمون رو روی این کمان در نظر میگیریم. گفتیم المان باید یک بعدی باشه، پس یک کمان کوچولو هر جای این شکل که من در نظر بگیرم میتونه المانم باشه به طول دی ال. و میدانی که این المان در نقطه مورد نظر که گفته نقطه مورد نظر ما کجاست؟ مرکز انحنای کمان، مرکز دایره اینجا. میدانی که این نقطه در اینجا ایجاد میکنه در چه جهتی؟ اجازه بدید اول ما محورهای مختصات رو در واقع رسم کنیم و محورهای مختصات رو هم طوری رسم میکنیم که این کمان به صورت متقارن نسبت به محور x ها قرار بگیره تا ما بتونیم از این تقارن بهره ببریم. این المان کوچیکی که ما اینجا داریم توی نقطه مورد نظرمون یعنی مرکز انحنای کمان که همون مرکز دایره هست یک میدان ایجاد میکنه که میدانش رو میتونم با استفاده از فرمول میدان بار نقطه‌ای به دست بیارم. اگر اسم میدانش رو بذارم دی ای برابر میشه با کا دی کیو بار روی این المان تقسیم بر فاصلش تا نقطه مورد نظر که همون شعاع کمان هست. پس مقدار دی ای برابر میشه با کا دی کیو تقسیم بر آر به توان 2. اما وقتی که بخوام میدان کلی رو حساب کنم باید مقدار تک تک این المان هایی که میشه روی این کمان در نظر گرفت رو با هم جمع بزنم. بنابراین میدان کلی ای رو ای کلی برابر میشه با انتگرال دی ای، انتگرال میدان همه این المان ها که برابر میشه با 1/4πε0 انتگرال دی کیو به روی R2. خب جهت میدان رو ببینیم کدوم سمتی میشه. برای موقعی که المان اینجاست و من میخوام میدان رو اینجا حساب کنم، میدان باید در راستای خط واصل المان تا نقطه مورد نظر باشه، یعنی در راستای R باشه. اما چون المان بارش منفی هست بنابراین میدانی که توی این نقطه ایجاد میکنه شعاعی به سمت داخله، به سمت خودش هست، شعاعی و به سمت خود المان هست. بنابراین دی ای که ما رسم میکنیم به این شکل میشه برای این المان. خب آیا تقارنی توی این کمان داریم؟ بله، ما هر المانی رو در این کمان در نظر بگیریم نظیرش تو قسمت پایین توی وایهای منفی هم یک المان معادل داریم. مثلا اگر این المان زرد رنگ رو دقیقاً متقارن المان قرمز رنگ در نظر بگیرم، میدانی که این المان زرد رنگ ایجاد میکنه در راستای خط واصلش و به سمت خود المان زرد رنگ هست، چون اینجا هم بار منفیه. بنابراین آخر سر باید این دوتا بردار دی ای آبی و زرد با همدیگه جمع بشن. اگه من بیام و این بردارها رو تجزیه کنم در راستای محور x و محور y، برای المان آبی رنگ تجزیه بردارها به این شکل میشه و برای المان زرد رنگ به این شکل. میبینیم که مؤلفه x دی ای ها همدیگر رو تقویت میکنن، در یک راستا هستن، وقتی با هم جمع بشن اضافه میشن. اما مؤلفه وایش همدیگر رو حذف میکنن چون میدان ها با هم برابره در دو جهت مختلف، پس همدیگر رو حذف میکنن. بنابراین میدان کلی که میمونه بعد از جمعی که میزنیم روی همه این میدان همه این المان هایی که روی این کمان هست، یا به عبارت دیگه انتگرال گیری که انجام میدیم، فقط در راستای x خواهد بود
و مؤلفه راستای وای 0 میشه. پس از همین الان میتونیم به جای این که دی ای ها رو با هم جمع بزنیم دی ای ایکس ها رو با هم جمع بزنیم و مؤلفه ای میدان نهایی رو پیدا کنیم. اگر که زاویه بین دی ای و محور ایکس رو با تتا نشون بدم، مؤلفه دی ای در راستای محور ایکس میشه دی ای کوسینوس تتا. بنابراین میدان کلی میشه همون مؤلفه ایکس میدان کلی و برابر میشه با انتگرال دی ای کوسینوس تتا. اگر دی این بردار آبی باشه، مؤلفه ایکس دی ای برابر میشه با دی ای کوسینوس تتا. بنابراین وقتی همه المان ها بخوام سهم ایکسش رو با هم جمع بزنم، باید انتگرال دی ای کوسینوس تتا رو بگیرم. دقت کنید کوسینوس تتا زیر انتگرال هست. خیلی خب، دی ای هم برابر بود با 1 به روی 4 پی اپسیلون 0 دی کیو به روی R2. پس جاگذاری میکنم و به این رابطه میرسم. حالا باید این رابطه رو ساده کنم. ببینید دوستان، المان زرد رو حذف کردیم که این شکل خلوت‌تر بشه. دقت کنید کوسینوس تتا داریم و R2. آیا وقتی المان‌های من از این نقطه شروع میکنه و به این نقطه ختم میشه، در واقع بعد از این نقطه جابجا بشه و به این نقطه برسه تا کل کمان ساخته بشه، آیا فاصله المان‌ها تا مرکز تغییری میکنه؟ خیر، برای همه این المان‌ها فاصله المان تا مرکز برابر با شعاع دایره هست یا R هست. پس R مقدارش ثابته و میتونم از انتگرال بیارمش بیرون. اما تتا چطور؟ آیا المان من وقتی اینجا هست و زاویهش با محور ایکس اسمش گذاشتم تتا، با وقتی که المانم اینجا هست زاویه یکسانه؟ موقعی که المان اینجا هست زاویه با محور ایکس ها میشه تتا که یک مقدار غیر صفر به صورت واضح. ولی موقعی المانم بیاد اینجا چطور؟ زاویه‌ای که با محور ایکس ها میسازه صفره و موقعی که بیاد اینجا زاویه‌ای که میسازه عملاً منفی میشه. بنابراین کوسینوس تتا با تغییر المان تغییر میکنه و نمیتونم به عنوان یه مقدار ثابت بیارمش بیرون. تتا داره تغییر میکنه، پس کوسینوس تتا هم تغییر میکنه. فقط R2 رو میتونم بیارم بیرون. R2 رو میارم بیرون و انتگرال دی کیو کوسینوس تتا رو باید حل کنم. خب ما باید این رابطه رو ساده کنیم، پارامترهای وابسته رو بر حسب پارامترهای مستقل بنویسیم تا بتونیم این انتگرال رو حل کنیم. دقت کنید دوستان، دی کیو رو از این رابطه میتونیم جاگذاری کنیم و بر حسب لاندا و مشخصات هندسی بنویسیم. لاندا میشه دی کیو تقسیم بر دی ال. بنابراین دی کیو میشه لاندا دی ال. درسته؟ بیام در مورد دی ال صحبت کنم. اینجا دی ال شد اندازه این انحنا. قبلا اگر یادتون باشه گفتیم اندازه یک کمان کوچیک برابر میشه با فاصله اون کمان تا مرکز دایره ضرب در گشودگی اون کمان. اگر من این زاویه رو تتا نشون بدم، گشودگی این المان کوچیک رو میتونم با دی تتا نشون بدم. یعنی یه زاویه یه مقدار خیلی کم به زاویه تتا اضافه شده. پس دی ال رو میتونم بنویسم آر کوچیک در دی تتا. شعاع این کمان، شعاع این دایره در دی تتا زاویه گشودگی که داریم. بنابراین مقدار دی ال رو هم اینجا داریم. پس بیایم جاگذاری کنیم. لاندا رو بنویسیم دی کیو به روی دی ال. پس دی کیو میشه لاندا دی ال و دی ال هم میشه آر دی تتا. خب رابطه دی کیو برابر با لاندا آر دی تتا رو میام و اینجا جاگذاری میکنم توی این فرمولی که اینجا دارم. در نتیجه میدان ما برابر شد با کا انتگرال لاندا آر دی تتا در کوسینوس تتا. لاندا چگالی بار برای کل کمان عدد ثابتیه، چون توزیع بارمون گفته چگالی بار خطی و یک نواخت هست. پس لاندا رو میتونم بیارم بیرون. آر رو هم که قبلا گفتیم ثابت هست برای همه المان ها، میتونم باز بیارم بیرون. انتگرال کوسینوس تتا دی تتا باقی میمونه.
انتگرال کوسینوس تتا دی تتا هم که یک انتگرال استاندارده و برابر میشه با منفی سینوس تتا. درسته؟ فقط ما باید حدود رو اینجا بدونیم. المان‌های من وقتی از این نقطه باید جابجا بشه و بیاد به این نقطه، زاویه تتا چه تغییری میکنه؟ از کجا تا کجا باید جابجا شه؟ ببینید دوستان، کل این گشودگی کمان 120 درجه هست و گفتیم متقارن نسبت به محور x ها ما کمان رو در نظر گرفتیم. بنابراین 60 درجهش بالاست، 60 درجهش پایینه. بنابراین حدود انتگرال رو باید بذارم از منفی 60 درجه تا مثبت 60 درجه تا کل این کمان طی بشه. اگر مقدار کوچیکتر رو پایین نذارم، آخر سر اندازه میدان منفی میشه که البته اهمیتی هم نداره، میتونید به اون منفی بی‌اعتنا باشید در صورتی که مطمئنید جهت میدان ها رو از قبل درست نوشتید. خب حدود انتگرال رو میذاریم. لامدا بروی 4 پی اپسیلون 0 آر سینوس تتا، یک بار تتا رو برابر 60 درجه میذارم و یک بار برابر با منفی 60 درجه. سینوس منفی 60 درجه برابر میشه با منفی سینوس 60 درجه. بنابراین مقدار سینوس 60 درجه رادیکال 3/2 و مقدار منفی سینوس منفی 60 درجه هم میشه رادیکال 3/2. ساده میکنیم و مقدار میدان الکتریکی به دست میاد در مرکز این کمان. حالا میتونیم از رابطه لامدا برابر با 3Q تقسیم بر 2PR استفاده کنیم و به جای اینکه میدان رو بر حسب چگالی بار خطی گزارش کنیم، بر حسب بار کل روی این کمان یا این حلقه گزارش کنیم و ما به مقدار نهایی میدان الکتریکی به این شکل میرسیم. خب مقدار میدان الکتریکی رو با جهتش هر دو در این فرمول نهایی وارد کردیم. ای برابر میشه با این مقداری که به دست اومد در راستای محور x ها که راستای محور x رو هم با بردار یکه آی حت نشون میدیم. خب این هم مثال جالبی بود که حلش کردیم. بریم سراغ مثال بعدی. در این مثال سوم یک دیسک نازک پلاستیکی به شعاع آر رو در نظر گرفتیم. همونطور که در اسلایدهای اول دیدیم، یک قرص، وقتی میگه یک قرص نازک یعنی قرصی که ضخامتش رو نادیده بگیرم. بنابراین جسم من دو بعدیه. خودش هم گفته داره چگالی بار سطحی یک نواخت و مثبت سیگما هست. بنابراین به دو بعد اینجا هم اشاره کرده. خواسته میدان الکتریکی رو در نقطه عمودی Z از مرکز صفحه دیسک به دست بیاریم. خب باز هم میگیم جسممون اینجا دو بعدیه. وقتی جسم دو بعدیه پس المانی که در نظر میگیریم هم باید دو بعدی باشه و چگالی باری که استفاده میکنم چگالی بار سطحی هست. سیگما برابر میشه با کیو به روی آ یا دی کیو به روی دی آ. خب این روابط رو داریم. چون خواسته که به فاصله عمودی از صفحه دیسک میدان رو به دست بیاریم، باز مجبوریم به دیسکمون یا قرصمون از دید جانبی نگاه کنیم. فرض کنید که قرار هست به فاصله Z از مرکز دیسک روی محور Z ها میدان رو به دست بیاریم. یعنی دقیقاً میدان رو قراره روی این نقطه لیزر به دست بیاریم. خب بنابراین باید یک المان انتخاب کنیم. ببینید دوستان، اینجا هم میتونیم المان رو به صورت یه حلقه انتخاب کنیم و هم یک المان کوچیک. قطعاً المان حلقه برای ما اینجا راحت تره. چرا؟ ما قبلا اومدیم میدان حلقه رو به دست آوردیم. قبلا توی دو مثال قبل از این اومدیم یه حلقه رو در نظر گرفتیم و میدان الکتریکی رو در فاصله عمودی Z از صفحه حلقه به دست آوردیم. بنابراین با توجه به اینکه ما این داده رو داریم، راحت تر هست که اینجا المانمون رو به صورت یه حلقه در نظر بگیریم. پس المانم رو به شکل یک حلقه در نظر میگیرم با شعاع آر کوچیک. چون شعاع دیسک رو شعاع آر بزرگ گرفتیم، شعاع المانمون رو آر کوچیک در نظر میگیریم. المان من باید چه اتفاقی براش بیفته تا کل دیسک رو بپوشونه؟ اگر شعاعش از 0 تا آر بزرگ افزایش پیدا کنه، تمام دیسک رو به ما میده. دقت کنید که این المانی که ما اینجا داریم چون قرار دو بعدی باشه، پس باید حتما ضخامت داشته باشه.
یعنی المان من 2 تا مشخصه داره، یکی طولش که میشه همون محیط دایره 2πr و یکی هم ضخامتش که با دی آر کوچیک نشون میدم، افزایش در جهت آر. خب میدانی که این المان ایجاد میکنه چقدر هست و در چه جهتی؟ از 2 مثال قبل متوجهیم که میدان حلقه در راستای محور زدها هست، بنابراین اینجا هم میدانی که این حلقه ایجاد میکنه در راستای محور زدها هست. اسمشو میذارم دی ای و بار دی کیو رو به این حلقه نسبت میدم. حالا میدانی که این حلقه ایجاد میکنه تو نقطه زد چقدره؟ دقت کنید که اینجا چون المانم به شکل حلقه هست و المان به شکل نقطه ای نیست، نمیتونم از قانون کلون به صورت مستقیم استفاده کنم، بلکه باید اول میدان این حلقه رو به دست بیارم و از نتیجه 2 مثال قبل استفاده کنم. میدان الکتریکی برای حلقه‌ای به شعاع آر رو توی فاصله عمودی زد از صفحه حلقه به دست آوردیم به صورت ZQ به روی 4π اپسیلون 0 Z2 به اضافه R2 به توان 3/2. خب اینجا حلقه‌ای که ما داشتیم شعاعش آر بزرگ بود، المانی که من اینجا در نظر گرفتم شعاعش آر کوچیکه، پس واضحه که این فرمول رو باید آر بزرگ رو با آر کوچیک جاگذاری کنم برای اینکه میدان یک حلقه با شعاع آر کوچیک به دست بیاد. اما این میدان یک حلقه به شعاع آر کوچیک هست، نه میدان المانی که ما داریم بار کلیش کیو نیست، باری که بهش نسبت دادیم دی کیو هست، میدانش ای نیست، میدانی که بهش نسبت میدیم دی ای هست. پس کافیه به جای این ای دی ای رو بذارم، به جای این کیو هم دی کیو رو بذارم تا میدان این المان به دست بیاد. می‌بینید که خیلی راحت با توجه به مثال قبل تونستیم میدان دی ای، میدانی که المانمون توی این نقطه ایجاد میکنه رو به دست بیاریم. دوستان دقت کنید که اینجا میدانی که برای این المان داریم دیگه به شکل دی ای برابر با کا دی کیو به روی R2 نیست، چون اینجا المان ما به شکل یه بار نقطه‌ای نیست مثل 2 مثال قبل، بلکه به شکل حلقه هست. لطفاً به این مسئله خیلی دقت داشته باشید. خب حالا میدان المانمون رو داریم، در راستای زد هست و میدونیم که اگر که در واقع آر رو از 0 تا آر بزرگ تغییر بدیم کل دیسک رو میپوشونه و از اونجایی که برای هر حلقه میدان در راستای محور زدها هست، پس همه میدان ها در یک راستا هستن و با همدیگه به راحتی جمع میشن. بنابراین انتگرال دی ای رو به صورت دی ای زد انتگرال زد دی کیو به روی 4π اپسیلون 0 Z2 به اضافه R2 به توان 3/2 می نویسیم. چرا نوشیم دی ای زد؟ چون میدان در راستای زده، میدان فقط در راستای زد هست، در راستای محورهای دیگه نیست. خب حالا اینجا وقتی که المان‌های ما متفاوت میشه، وقتی شعاع المان 0 یک کوچولو اضافه میشه همینجور تا میرسه به شعاع آر بزرگ، آیا زد تغییری میکنه؟ خیر، برای همشون فاصله زد یک فاصله ثابتیه که تو مسئله هست، بنابراین زد ثابت میتونیم بیاریمش بیرون، این زدی که تو صورت هست. اما زدی که تو مخرجه چون با R2 در واقع رابطه دارن نمیتونیم از این پرانتز بیرونش بیاریم. پس زد رو میاریم بیرون و انتگرال رو به این شکل می نویسیم. R و دی کیو هر دو در واقع باید ساده تر نوشته بشن. دوستان دی کیو رو باز از رابطه چوگالی سطحی استفاده می کنیم و دی کیو رو ساده تر می نویسیم. سیگما میشه دی کیو به روی دی آ. برای این المانی که ما اینجا داریم بنابراین دی کیو برابر میشه با سیگما دی آ. سیگما که چوگالی بار سطحی ثابته و در تمام دیسک یک مقدار رو داره. اما دی آ چقدره؟ برای این المانی که اینجا داریم دی آ مساحتش میشه طول دور تا دورش ضرب در ضخامتش. دور تا دورش برابر میشه با محیط دایره 2π آر کوچیک، ضخامتش هم میشه دی آر. بنابراین دی آ برابر میشه با 2π آر دی آر.
خب میایم اینو جاگذاری میکنیم و به جای دی کیو در فرمول میدان و به این رابطه میرسیم. 2p و سیگما که ثابت بودن آوردیمشون بیرون. انتگرال آر دی آر به روی Z2 به اضافه R2 به توان 3/2 میمونه. آیا برای المان‌های مختلف R ثابته یا تغییر میکنه؟ گفتیم واضحه که R باید از 0 تا مقدار R بزرگ تغییر کنه تا کل دیسک در واقع ساخته بشه. بنابراین R ثابت نیست و نمیتونه بیاد بیرون. دی آر هم اینجا این مطلب رو نشون میده. خب این رابطه پی ها رو با هم ساده کردیم، 2 و 4 رو هم با هم ساده کردیم، به این رابطه رسیدیم. حالا این رابطه رو باید حل کنیم. این دیگه میشه یک رابطه ریاضی. من میخوام این انتگرال رو حل کنم. فیزیک مسئله تا همینجا میشه گفت تموم شد. برای اینکه این انتگرال رو حل کنیم از یه تغییر متغیر استفاده میکنیم. Z2 به اضافه R2 رو میذارم M، بنابراین از دو طرف دیفرانسیل میگیرم. 2R دی R برابر میشه با دی M. Z هم که ثابت دیفرانسیلش 0. خب میام جای اینجا R دی R رو دارم. اگه در یک 2 ضرب کنم و یک 2 تقسیم کنم 2R دی R رو میتونم بذارم دی M. Z2 به اضافه R2 رو هم بذارم M. به یه انتگرال استاندارد رسیدم. انتگرال M به توان منفی 3/2 دی M که حاصلش برابر میشه با M به توان منفی 3/2 به اضافه 1. پس میشه منفی 1/2 تقسیم بر منفی 1/2. یعنی 1 منفی 1 به روی رادیکال M. حالا باید محدوده 0 تا R رو جاگذاری کنم. محدوده انتگرال. اما 0 تا R به جای پارامتر R میاد و نه به جای M. پس مجبورم که به جای رادیکال M رادیکال Z2 به اضافه R2 رو دوباره جاگذاری کنم تا بتونم مقادیر 0 و R رو در مقدار R کوچیک قرار بدم. خب به ازای R بزرگ مقدار انتگرال برابر میشه با منفی 1 به روی رادیکال Z2 به اضافه R2 و به ازای 0 هم برابر میشه با منفی 1 به روی رادیکال Z2. چون یک علامت منها هم قرار میگیره بین این دو حدود، بنابراین میشه مثبت 1 به روی رادیکال Z2. رادیکال Z2 رو هم میتونیم بنویسیم قدر مطلق Z. بنابراین این رو میایم در این فرمول جاگذاری میکنیم مقدار انتگرال و ای نهایی ما به دست میاد. با توجه به اینکه Z همیشه بزرگتر از 0 بود، یعنی ما یک سمت قرص رو در نظر گرفتیم، میتونیم دو طرف رو این زدی که اینجا هست رو ضرب کنیم در دو طرف و رابطه قدر مطلق Z رو هم برابر با Z بذاریم تا به این رابطه نهایی برسیم. مقدار میدان الکتریکی در فاصله عمودی Z از محور یک دیسک به دست اومد. حالا میایم و بعضی از حالتهای خاص رو بررسی میکنیم. اگر شعاع دیسک بره به سمت بی نهایت اما Z یک مقدار متناهی باشه، شعاع دیسک بره به سمت بی نهایت، R بره به سمت بی نهایت، بنابراین عدد به روی بی نهایت میشه 0. یعنی میدان الکتریکی میشه سیگما به روی 2 اپسیلون 0. یا از سمت دیگه اگر R متناهی باشه، شعاع متناهی باشه اما Z بره به سمت 0، یعنی ما خیلی نزدیک بشیم به مرکز دیسک، به خود مرکز دیسک نمیرسیم، خیلی نزدیک میشیم به مرکز دیسک، اون وقت باز هم اگر بیایم و این رابطه رو ساده کنیم میرسیم به ای برابر با سیگما به روی 2 اپسیلون 0. در واقع باید بسط دو جمله‌ای بدیم و این رابطه رو ساده کنیم تا به این رابطه برسیم. بیایم و یه تعمیم داشته باشیم اینجا. وقتی R بره به سمت بی نهایت و Z متناهی باشه، انگاری یه دیسکی که اندازش بی نهایته. خب وقتی اندازه دیسک بی نهایته دیگه مهم نیست شکلش دایره باشه، شکلش مستطیل باشه. یک صفحه بی نهایت رو میتونیم در نظر بگیریم و بگیم برای صفحه بی نهایت و در فواصل عمودی در واقع در فاصله عمودی از یک صفحه بی نهایت میدان الکتریکی برابر با سیگما به روی 2 اپسیلون 0 هست. این هم باز همون حالت رو تداعی میکنه. به جای اینکه R رو به سمت بی نهایت میل بدیم بیایم و خیلی به صفحه نزدیک بشیم. چیزی که میبینیم عملا یک صفحه بی نهایته.
پس اینجا تونستیم به نوعی میدان صفحه بی‌نهایت رو هم حدس بزنیم که به صورت ای برابر با سیگما به روی 2 اپسیلون صفره. این رابطه هم ارزش حفظ کردن داره و به شما دید خوبی میده توی مسائل. خب مثال‌های دیگری که از بار پیوسته حل می‌کنیم اغلب مربوط به یک میله یک بعدی هست که در نقاط مختلفی به فاصله عمودی از میله، به فاصله افقی از میله میایم و میدان رو حساب می‌کنیم. چون این بحث الان خیلی طولانی شد، بحث میدان روی میله رو توی یک ویدیو جداگانه براتون ارسال می‌کنم. امیدوارم که استفاده کرده باشید و موفق باشید.